آیا این عروسک زیبا و دلنشین واقعا یک عروسک است یا یک خونه‌شام همچنان درون آن دست به کار شده است؟ آیا روح‌های گم شده و مرموز مدرسه قدیمی با صداها و فریادها و ظاهری ترسناک هنوز در آنجا حضور دارند؟ چه رازهای جادویی در دل جنگل پنهان شده است؟ آیا این جادوگر شرور در حال انتظار است تا قدرت خود را به نمایش بگذارد؟ چه اتفاقی می‌افتد وقتی کسی پشت سرتان ناگهان دستی به شانه‌تان می‌زند و شما به سرعت برمیگردید تا بفهمید کیست؟ چه اسرار تاریکی و خطرناکی در انتظارمان درون این پناهگاه ترسناک مخفی شده است؟ داستان ما در یک شب تاریک و بارانی آغاز می‌شود. در یک خانه قدیمی واقع در حومه شهر که روزها عروسک‌های قدیمی و زیبایی به نمایش گذاشته می‌شوند. اما از بد روزگار یک خانواده در یک بازار قدیمی عروسک زیبا را خریداری می‌کنند. اما اونها به زودی متوجه میشن که این عروسک یک خونه‌شام بیرحمه که قصد داره خانواده اونها رو نابود کنه. اما آیا اونها میتونن از این خطر پرهیز کنن و زنده بمونن؟ داستان بعدی ما راجع به جادوگری در جنگله. فکر کن که شما از روی کنجکاوی و هیجان وارد یه جنگل مرموز و وحشتناک و کوله خودتون رو برای یک سفر هیجان انگیز آماده میکنید. یه جنگل عمیق و مرموز وجود داره که معروف به محلی برای انجام جادوه. این جنگل به خاطر قدرت‌های جادویی خاص خودش در سراسر دنیا شهرت پیدا کرده و افراد از هر نقطه‌ای میان به این جنگل جادویی تا قدرت جادویی اون رو تجربه کنن و معماها و رازهایی که داره رو کشف کنن. شخصی به نام آدام وارد این جنگل میشه و در طول این داستان با خشمگین‌ترین و قدرتمندترین جادوگر جنگل به نام مالور آشنا میشه. اما در نهایت چه اتفاقی برای آدم میفته؟ به نظرتون داستان جالبی میتونه باشه؟ تو یک مدرسه قدیمی و متروکه داستان روح‌ها زنده میشه. روح‌هایی از دانش آموزان و معلمانی که در این مدرسه به پایان زندگی خودشون رسیدن. اما چه اتفاقی میفته؟ یه مدرسه قدیمی واقع در منطقه دورافتاده معروف به وجود روح‌ها و ارواح ترسناکه. دانش آموزانی که به این مدرسه میرن با مشکلات و ترس‌های ناشی از حضور روح‌ها روبرو میشن. اما آیا شما شجاعت کافی دارید تا با روح‌های مدرسه و رازهای مدرسه رو در رو بشید؟ صدای نفسگیری تو شب تاریک پخش میشه و مردم در وحشت قتل‌های مرموز و وحشیانه قربانیان بیگناه به سر میبرن. یه قاتل سریالی ناشناس وارد شهر میشه و با روش‌های شیطانی خودش افراد رو به قتل میرسونه. اما سوالی که تو ذهن همه آدم‌ها به وجود اومده اینه که چه کسی پشت سر این قتل‌هاه؟ آیا قاتل سریالی مرموز رو میتوان شناسایی کرد و به دام انداخت؟ هیچ کس قهرمان نیست. هر کسی ممکنه بعدی باشه. شهروندان باید برای زنده ماندن خود و جامعه به دنبال راهی برای متوقف کردن این جنایت‌های مرگبار باشند. داستان از این قراره که طوفانی وحشتناک بیرون پنجره میجوشه و گروهی از مسافران در یک پناهگاه قدیمی با رازهای تاریک و مرموزی روبرو میشن. این پناهگاه یک بنای قدیمی و دورافتاده در قلب جنگله که به نظر میرسه در گذشته به عنوان مکانی برای مخفی کردن چیزهای ترسناک به کار برده میشده. گروه مسافران در اونجا به دنبال پناهی از طوفان هستن، اما به زودی متوجه میشن که این پناهگاه بیش از اندازه از افراد میزبانی میکنه. صداهای غریب و ناشناخته‌ای از سراسر ساختمان به گوششون میرسه و سایه‌هایی در راهروها و اتاق‌ها حرکت میکنن. اما آیا این پناهگاه به گروه مسافران امنیت میده یا اونها در یک تله ترسناک گرفتار شدن؟